گفتم باید یکم قصد شناس باشه. به خدا مینا خانم گفتم چی؟ گفت میخوام ابلاغیه بگیرم. گفتم باش این چقدر میشه؟ گفت نمیدونم 150 بیشتر نمیشه. 100 میشه. گفتم خب چون تو کارتم 350 بیشتر نیست. به کارتم دست. بعد بهش برخورده. نه میدم یکی بهم بزنه. خب من حرف بدی نظر میگه راست چه بهت گفتم دیگه. دروغ که نمیتونم بگم، من حقیقت بهش گفتم چیزی که هست و نیست بهش گفتم. من انقدر بیشتر تو کارتم بیشتر نیست. بهشم چیزی برمیخوره که چی. ما را مهران مریضم ما را خیلی پرتوقع. این حرف بدی بهش نزد. هم 350 بیشتر تو کارت هم دارم. حقیقت بهش کن. اگه بیشتر میشه بیشتر ندارم. ای بابا شر گیر کردم با قرآن. دقیقا سایه خانم من بهش چیزی گفتم چون که تو لایو بودین دیگه. حرف بیادبی زدم، حرف بی‌احترامی زدم بهش. چیزی گفتم گفت ابلاغی گفتم داد بگی. نه بی‌احترامی نه بیادبی به اونش برمیخوره. همینه مینا جان. به خدا من دوست ندارم دلش بشکنه یا ناراحت بشه یا فلان. نه گفته کم ضد آفتاب. به خدا رفتم بهش گفتم الان دارم دست خوش کنم یک کم ضد آفتاب. گفته هر چی گفته گوشیش قبل گفتم بده گوشی خودم. گفته خوش باید گوشی درست نمیتونه. بعد خودم گوشیشو گرفتم بیا گوشی رم آقا درست کن توی بی پولی که یه برای یک کار مونده. گفتم واسه گوشیشو درست کن دیگه. هر چی گفته گفتم باشه، هر چی میگم باشه فلان. نمیتونه به خاطرش من اومدم شما نمیخواستم بیام. اگه پول آقایی مثلا مثل خانا میرفتم کربلامو میامدم 20 میلیون تومان پول نقد داشتم. 20 میلیون تومان تو شمال خرج کردم. یه لب زبون به لب نیاوردم. یه نه منتی سرش دارم نه منتی میذارم. به خاطرش اومدم شمال، به خاطر کار آقا فلان تو خدا 20 میلیون تومان شما خرج. یعنی میتونم مثلا خانم برم کربلامو بیام. 20 میلیون تومان داشتم. دقیقا همینطوریه. شانس من همینه. من بهش برمیخوره آدم ناراحت میشه. نه از کسی میگم برم بزن. خب بده بعد بزن. تو آدم نیست حالیت نمیشه. خوب بعد حالیت نمیشه بذار بعد بزن. بهش گفتم 350 تومن میتونم بهش برخورد. با خدا قسم به امام زاده 20 میلیون تومن خدا شاهد منه. خب خدا شاهد من 20 میلیون تومن خرج کردم. شما حساب کتاب پولمو دارم دیگه. چه از سبدا خانم برام زد کی زد. آره حساب پول کار خودمو دارم که چقدر پول داشتم دیگه. لب نیوردم یک کلمه بهش نگفتم. هر چقدر بهتر شام، بهتر صبحانه، بهتر نهار، هر چه خواست گرفتم بدون منت و بدون هیچی. بهترین اتاق، بهتر سویت، سی سنگان بابا بهترین خرج بکن. چلو ماهی و زرش پلو و چی و قرمه سبزی بهترین غذا بهش کردم. چه کار کنم دیگه؟ کار دیگه میتونم بکنم؟ هر چی گفتم باشه، هر چی گفتم باشه.
بدون منت بشه، ولی اینطور میکنم بعد به آدم بر میخوره. خدا وکیل. باز کجا قهر کرد رفت. حالا نگاه چقدر ما جوش میده با خدا. باز کجا قهر کرد رفت. باز مثل بچه ها قهر کرد رفت. ای بابا. پارسان تو لایوی کجایی پارسان؟ پارسان تو لایوی کجایی؟ ما جای کافه واسدم. کجایی؟
هاشم پاساژ کربلا این بابو پاساژ کربلا اونی من چری من مدام علاوه چری محل داره بودم من ماشین به چای اخلاقی اینی به چای اینی به چای قهر میکنه مثل به چای انگاه به چی گفته حسن کجا رفتی تو؟ کجا رفتی مثل به چای قهر میکنی؟ قهر نکردم که من منتظر تو بودم عزیزم تو لایف برداشتی بچه ها گفتم بذار گفتم خودش پول بده 350 تومن بیشتر تو که ما حرف دیگه بزن نه نگاه گفتی بچه ها گفتم بذار خرجش خودش بده خب ما که میدونم پول نداره تو بعد تو هم برداشتی گفتی الان میاد کارتمو میگیره تو خودت میدونی من ندارم خب میدونم میگم الان میگم بعد نگاه الان برو نگاه کن چه خب ما چی گفتم نه تو لایف بشه قهر میکنی قهر نکردم که من کی قهر کردم گفتم دست درد نکنه گفتم دست درد نکنه زنگ زدم از اینکه ساعت من برام فرستاد دست درد بعدش هم بهت گفتم ما میگم شاید بیشتر بگم 350 بیشتر تو کار من نه تو بی احترامی کردم نه بهت فحش دادم بشه قهر میکنم الان نیازی اینجا ما اونجا قال میزنم قهر نکردم که من اینجا نشستم تو بیه قهر کرده باشم میرم کافه کجا اینجا کجا کافه کجا همون کافه من کردم این وری اومدم این ور نشستم من نیدم جور کافه دیم قدم نگاه چه گوخوری کردم همین نگاه کن همین عوضی نگاه چه چیزایی نوشته خدا وکیلی خب تو یه چیز میگی اونا هم پشت سر ما گفتم سیستم ما حرف بی حرف ما قدم خیلی به آدم برمیخوره بلند میشی میری آدم دیگه آدم ما کارت بهت دادم ما کارت بهت ندادم میگی زنگ میزنم بگی به آدم برمیخوره بخون نوشته که چقدر پررو پاسم پررو شد پروش کردی فلان کردی ما باید کارت بدن بزنی کارت بدن بزنی که این به آدم برمیخوره خودش به برنامه میخوره ما کارت بده خب اونا دارن ای بابا آدم خجالتش باشم لازم میشه مثل چی میریم معلوم کافه با هی قدم میزنم که کافه ببینم من اینجا نشستم کافه اون سره خب من وقتی آسمون رو گرفتیم از کجا ببینم تو کجایی بعدشم اونا انقدر ما همجور کافه میریم جای کافه اینجا همجا گرسه همجا باسم میرم همجا بگیم این بعد اومد بگردم فکر میریم جای کافه میرم جای کار تو خیلی زشته پارسا کار تو حالا اونا زشت نیست دارن فحش میدن مثل به چاق این بخورا دارن این کامل میذارن این پررو شده فحش خواهر مادر دادم فحش بهتون دادم چیکار کردم ببخشید من نسبت بگو که شورت ننتون از رو چیز برداشتم نه کسی حرف زشت نزن برو ببین چی نوشته خب باش به ننه‌شون چیکار داری بعد فکر به خودشون چیکار به ننه پدرش شورت ننه شو برای این چیه
ادبم خوب چیزیه. خب دارن دو به هم زنی میکنن. الان یکی از بچه‌ها گفت این همه بچه‌ها رو با مداد بس کردین، حالا یه پارسان مونده، همونم انقدر بگین که تا اینا با هم دیگه بپرن از هم جدا شن. یه جو بی‌احترامی با آدم ولی ما باید کارتون یعنی باید چیز کنیم. خب گفتم دست در نکن. اونجا تو با ما اومدی یا با اون اومدی مسافرت؟ اینو با من بگو. تو چیکار داری؟ تو به فردا مثلا کار انگار تو میخونی بعد ناراحت اصلا تو به فردا ما کار نداشت. تو با ما اومدی یا با دیگران اومدی مسافرت؟ با تو. پس هر چی میگم پس بگو چشم. من کامنتای اونا رو پس ولشون کامنتونه کار نداشت. با ما اومدی یا با کسی دیگه اومدی مسافرت؟ با تو. خب پس هر چی گفتم بگو چش دیگه. به دلیل اول میگفتم. من گفتم تو بونه کار نداشته باش. تو بونه کار نداشته باش. تو بونه اصلا کار نداشته باش. خدا از تو به بچه پیام تو بونه کار نداشته باش. ای بابا ما اونجا با خاطر همین کافه میام خدای کافه اینجا نشستم فکر کنم اومدی این ور خیابون. تو که هر جا میگم قرار میذاری همونجا باس تا جای تکون نخوام ما میام همونجا. ما فکر کنم دی بخیر این که سراکوبه به ما نشه. آره اینجوری نوشتم ها ولش کن پارسان بذار برگرده فلان چیزا. گفتم که من که منت نداشتم نه معدت منت گذاشتم نه من منت گذاشتم. بی‌منت ما هم نه بی‌احترامی نه بی‌ادبی نه چیزی. ولی اونا هی می‌نویسن کامنت میزنن بذار خودش بگیره بذار فلان کنه بذار به من خودم قسم به قرآن اگه داشته باشم اصلا به تو رو ما اصلا نمیگم من ابلاغی میومد به تو رو میزنم گفتم خب ما به تو منت سگ فقط 350 میشه تو کارت من هفت بعدی زدن بعدی اینقدر مبلغ کارت من اینقدر ناراحت نیست از تو اون جایی که ناراحتم من چیز تو گفتی کارت اصلا تو کارت منو میگیره بعد بقیه خب دروغ که نگفتم روک میدم خب همین نبوده اونجا میگم پول نداری میارن کارت دارم میگه کارت میگه پول نداری درسته دروغ که نگفتم چون میگم پول نداری 70 تومن چیه که بیام ما میدونم پول نداری تو بگو دارم میگه کارت ما رو میگیره خب یه حرف دروغی نگفتم یه جوری رود دارم میگم چون پول نداری میدونم نداری خب این حرف بعدی گفتم میگه کارت ما میگه که بعدی نیست که کارت خب پول نداری میدونم میگه کارت ما میگه میگم خب نداری اونا نوشتن ها قهر کرده ولش کن بنداز ولی بی‌احترامی که کارت برمیارن زنگ میزنه که برام پول بزنه فلان یا مثلا اونجا به خاطر تو جمع چیز واسه تو بلند میشی میری هم تو بدونی که چیزی کنیم راست میشم تو میری ماشین در چیزی بگم اون بی‌احترامیه که این آیدا بشینم روبرو فوش بدم فلان کنم هیچ کار نکنم خونت اون بی‌احترامیه نه که کارت تو برگردونم بی‌احترامیه من تو با هم داریم صحبت میکنیم بقیه فقط کامنتای بعد میذارم شام خوردن بخش شام خوردین آره شام خوردن آره هست شام برای من نه نمیدونم باید به آشپزی بسازم واسه من شام هست ببریم بیا دیگه سوپ دیگه برچی نمیکنم بچه نستی در نکنم حالی دیگه مثلا اشتاس همیشه یک سال بکنیم این هستی اشتاس رو سوال بکنم خسته نباشیم آجاقا شام هستی برای ما بیرون بودیم؟ نه تمام شده نداریم چی؟ همیشه دیر میاری چند بیرون بودیم امروز اومدی امروز صبح اومدی نه امروز اومدی نه بیا شما تمام شده این سال بازم بکنیم شما تمام شده سه؟ آره تمام شده دیر اومدی باشه نه بعد دیر اومده میگه شام تموم شد بعد نماز داره بس گرگر میکنه شام تموم شد